توی مراسم عروسی دعوت بودم، مختلط بود. غریبه‌شون یه جورایی میشد گفت من بودم، چون همه فامیل بودم. منم با اصرار دوستم رفته بودم، خجالت میکشیدم. میگفتم فقط عروس و داماد بیام، من یه جورایی جیمشم برم. بالاخره بعد چند ساعت اومدن. مراسم همه چی شوکه بود تا اینکه رفیقم یعنی داماد از خواننده تالار میکروفون گرفت. اول از همه تشکر کرد، بعد شروع کرد به حرف زدن. میگفت وقتی داداشش فهمیدم من با الهام دوستم، جوری کتکم زدن یه هفته بیمارستان بودم. گفتن دیگه سمتش نری یا بابای دختره رو نشون داد. گفت همین آقا بهم گفت جنازه دخترم هم رو دوشت نمیذارم. با طعنه گفت دیدی آخر مال من شد. به بابای خودش رو کرد، گفت بابای خودم میگفت از فامیل نگیری واسه پا پیش نمیذارم. دیدی آخر اومدی عروسیم. به دختره برگشت نگاه کرد، گفتم به تو چی گفتم؟ نگفتم زمین و زمانو به هم میدوزم تا تو مال من شی. دیدی آخرش دوختم. دختره اشکش در اومده بود، اینم داشت با دستاش پاک میکرد. انقدر اون لحظه کیف کردم که نفهمیدم کی مراسم تموم شد. رفیقم اینو بهم یاد داد که اگه کسی رو بخوای کل دنیا هم مخالف باشن، تو اگه دوستش داشته باشید حله.